با بیشتر از 7 میلیون اهالی، هنگ کنگ یکی از سیرحالی ترین و گرانترین شهر جهان است. در اینجا فوتیدن هم گران است چون قیمت جای دفن تا $130,000 می رسد. البته برای فوتیده فرقی ندارد، اما برای خانواده های چینی که زیارت گذشتگان قرض فرزندی است، جای دفن پیدا کردن سخت است. حالا وبسایت نو تأسیسی iVeneration.com می خواهد ادای قرض فرزندی را آسان‌تر کند و از راه مجازی. کاربران این وبسایت می توانند در هر کجای شهر هنگ کنگ که بخواهند مثلا سنگ گوری پدر را گذارند. در واقع مرده ها نظر به زنده ها جای زیادتر را می گیرند. فوتیدگان همیشه در یک پارچه زمین می مانند، جای دیگر نمی روند. آنهایی که زنده اند در یک جا مانده نمی توانند. از این رو حالا پیدا کردن جای برای مرده از پیدا کردن زمین برای زنده ها سخت‌تر است. از بس که جای برای دفن در هنگ کنگ کم است، حکومت چین مردم را تشویق میکند مرده هایشان را بسوزانند. برای همین داشتن گور و سنگ مزار برای چینی ها مهم است و تاکنون 300 نفر از جمله الکس لی کارمند iVeneration.com برای بابایش گوری مجازی ساخته است و سنگش را گذاشته است تا گاه گاه او را زیارت کند. با فکرم خدمات ما برای نسل آینده است. برای خود من ادای قرض فرزندی با زیارت گور مهم نیست. همش باید در دل باشد. iVeneration باور دارد که در آینده گورهای مجازی زیادتر می شوند و از این رو نیت دارد وبسایتش را سال آینده برای همه دسترس کند.